بسم الله الرحمن الرحیم. محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و اهل البیت الطیبین الطاهرین المعصومین و اصحاب المنتجبین و جمیع عباد الله صالحین. امروز در مجموع جمع بندی کار یک ساله را که در بخش به نام عقاید شیعه مطرح میکنیم. ما اصول دین کار کردیم، گفتیم که اصول دین توحید، نبوت، معاد، امامت، عدالت، رکن اسلام نماز، روزه، زکات، حج، ولایت، فروع دین نماز، روزه، زکات، خمس، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تبرع و تولا که خودتان بهتر میفهمید. در مسئله توحید ما گفتیم که ما به خداوند هم خالق است، هم رب است، هم چیست رازق است، هم چیست هدایت میکنه. تمام صفات خداونده که در مجموع صحبت کردیم و این مسئله توحید بود که در مسئله ازی که دقت شود که خالقیت و ربوبیت و رازقیت و هدایت و غفاریت، این از مسئله نبوت بود که ما در کل صفات ذاتی و صفات افعالی و اینام کلش صحبت کردیم و دوستا در جریان هستند. در مسئله نبوت هم گفتیم که از آدم تا خاتم تمام پیامبران 1,24,000 پیامبر، بلکه بیشتر از 1,24,000 پیامبر، همشان به خاطر یک دین آمدن. از آدم تا خاتم یک دین بوده و دین چیست؟ اسلام. و خاتم از این ادیان چیست؟ حضرت محمد که خاتم النبیین است. و در بحث معاد هم گفتیم که عالم معاد گفتیم که عالم چند است. دنیا میریم برزخ، بعد چی میشه بعد از برزخ؟ قیامت صغرا، بعد قیامت کبرا، احسن، و بعد چی میشه؟ محشر برپا میشه. این هم مسئله چیز بود. معاد شما میتونین آیات را در این مورد میتونین که در قرآن مراجعه کنین. آیات 66 تا 75 سوره زمر. در این آیات اگر دقت کنین، این سه بخش مشخص در قرآن آمده که عالم برزخ، عالم قیامت صغرا، قیامت کبرا، بعد محشر برپا میشه. بعد در بحث امامت هم گفتیم که چیست امامت؟ بر اساس دستور قرآن و سنت پیامبر که چی شده؟ حضرت رسول فرمودن جانشینان من 12 نفر هستند. یعنی که بعد از ختم نبوت طی 12 نسلی مکتب باید امتداد پیدا کنه که تا تمام لکه های مادرزاتی قومی، قبایلی، عشیره‌ای، ملیتی کلن از بین بره و عقیده اسلامی در رگ و پوست جامعه اسلامی چی شود؟ عجین شود. بعد عدالت گفتیم که در مسئله عدالت گفتیم چرا ما با عدالت معتقد هستیم. به خاطر از این گفتیم دو مکتب با وجود آمده بود، یکی اشاعره و یکی هم معتزله. اشاعره دنبال جبر بود و معتزله اختیار. اگر جبر می گرفتیم فعل خداوند است و فعل انسان نفی می شد. معتزله اختیار می دادن به انسان ها، وقتی که اختیار می دادن فعل انسان قبول داشتن، فعل خداوند در اینجا مخدوش می شد. به این خاطر امام باقر علیه السلام و امام جعفر علیه السلام چی کردن؟ گفتن که نه جبر و نه
اختیار یا تفویض، نه جبر و نه تفویض، بلکه امر بین الامرین. یعنی چی؟ یعنی که اگر نه جبر مطلق نه اختیار مطلق، بلکه بین دو چیز. یعنی چی؟ یعنی که اگر بگویم فعل خداوند امر است و فعل انسان مباشر است. فعل خداوند امر است، ما فعل خداوند پذیرفتیم و فعل انسان هم پذیرفتیم، در حالی که در جبر تفویض در یکیش اگر فعل انسان نفی میشد، در دیگهش فعل خداوند نفی میشد، در حالی که هم فعل خداوند هم فعل انسان هر دوش باید وجود داشته باشه. اعتقاد ما ایست که فعل خداوند امر است و فعل انسان مباشر است. یعنی چی؟ شما آب که عبارت از فعل خداوند است که در 100 درجه به چی میه؟ به جوش میه؟ با 100 درجه. خب اینه کی به 100 درجه بیاره جوش میده؟ و فعل انسان هم در این داخل میکنه. امر خداوند است، قانون خداوند. این قانون خداوند است که آب در 100 درجه چی میشه؟ جوش میه. این فعل خداست. یعنی خب وقتی شما کتری را سر گاز مانده میبینیم که واقعا آب در 100 درجه جوش میاد. پس فعل انسان شرکت یا مباشرت میکنه در چی؟ در فعل خدا. فعل خدا چیست؟ امر است. یعنی قوانین در تمام پدیده ها وجود داره که وقتی ما با اون پدیده در اون قوانین شرکت میکنیم، فعل ما در فعل خداوند با هم میشه، به اصلاح او به اثبات میرسه. اینجا بود که ما گفتیم که نه جبر و نه تفویض، بلکه امر بین الامرین، یعنی فعل خداوند یعنی چی؟ امر و فعل انسان مباشرت یا شرکت کردن، مباشر بودن در فعل خداوند. شش، ما ایمان به چی داریم؟ به کتاب. این رقم بگیریم که ایمان به خدا، به پیامبران، به کتب، به ملائکه مثل اسرائیل، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل. خب در مسئله چی شد؟ ایمان داشتن به این مسائلی که تمام فرشته ها و کتب عبارت از چیست؟ زبور، انجیل، تورات، انجیل، قرآن. بله، این هفتم بود. هشتم، ما اعتقاد به چی داریم؟ به ادرت. یعنی چی؟ ورود به قرآن و سنت از طریق چی؟ ادرت. به اساس چی؟ حضرت رسول گفتیم که چی بود؟ فرمودن که من 2 امانت به جا میگذارم، یکی کتاب خدا، 2 ادرت، یعنی حدیث ثقلین. چرا؟ به خاطر از اینکه ما با کتاب و سنت از طریق ادرت وارد میشیم، به خاطر از اینکه این را میفهمیم که از این طریق این دین اگر بگیریم یا آلوده نیست، پاک و شفاف است. موضوع بحثی که مهم است در مسئله کتاب، مسئله قرآن است. در مورد قرآن ادعا میشه که میگن که شیعه ها میگن که قرآن چی شده؟ تحریف شده. تحریف معنیش چیست؟ تحریفی که به حیمه نه به عین، یعنی که در قرآن زیاد کم وجود داره. این در بعض کتب آمده مثل کتب کافی یا بهار الانوار
ولی برداشت درست ندارن برادرای ما، به خاطر از اینکه اینجا معنا و مفهومش چیز دیگه است. ما بر اساس آیه 41 مائده 41 مائده چی میگه؟ ما یک آیه داریم میگه که یحرفون الکلام کلمه من بعد مواضعه. آیه چند بود گفتیم؟ آیه 41 مائده. یعنی چی؟ یعنی که به این معنا که قرآن، یعنی معنای آیه را از مجرای اصلیش خارج کردن. اگر ما معتقد هستیم که در قرآن تعریف شده، نه اینکه در خود قرآن، بلکه در تفسیر و معانی قرآن که از چی شب او معنیش یک قسم دیگه توجیه کنی، یک معنای دیگر کنی، که در این تعبیر صورت میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر از این که ما معتقد هستیم که قرآن نه تحریف شده، نه کم شده، نه زیاد، بلکه منظور ما از تحریف چیست؟ معنا و مفهوم آیه را تحریف کردن است. ما دو نوع وحی داریم، یکی وحی گفته بودیم بیانی، یکی وحی قرآنی. وحی بیانی را گفته بودیم که حدیث قدسی را برش میگن. وحی قرآن هم که کتاب قرآن است. امکان داره که در این مسائل وحی بیانی امکان داره تعریف صورت بگیره، ولی در خود قرآن که به اصطلاح فعلا قرآن کتاب است که از طرف خداوند بر ما آمده، هیچ گونه درش کم و زیاد وجود نداره. چرا؟ به این خاطر خود کلینی در مقدمه کافی نوشته است که من تمام روایات را جمع آوری کردم، ولی آنچه با قرآن مخالف باشد چی است؟ مردود است. یک فردی که رجال است، یک کسی که جمع‌آوری احادیث میکنه، او وظیفه دارد تمام احادیث بر اساس روایات که آمده است تمام کسانی که بشنوه میگیره، سلسله رجالیش هم تعقیب میکنه، ولی که در بین این روایات چقدرش درست است چقدرش نادرست است این مربوط به او فرد نمیشه. این باید چی شود؟ اجماع علما با وجود بیاید و این را بررسی رجالی کنن تا روایات و حدیث درست از نادرست چی کنن؟ تشخیص بدن. این یک موضوع دیگه است که خود قرآن هم این ثابت می سازه که قرآن قابل تعریف نیست. مثلا شما این آیه را بنویسم، آیه انا نحن نزلنا و انا له لحافظون. آیه 9 اج. ما قرآن را نازل کردیم و ما او را چی میکنیم؟ محافظت میکنیم، حفظ میکنیم. خداوند ما قرآن را نازل کردیم، محافظ حفاظت هم از قرآن کی میکنه؟ خداوند. آیه دیگه اینجا وجود داره، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. آیه
38 و 38 یونس و 89 اسرا. میگه خداوند در جای دیگه میگه که اگر برشان بر حضرت رسول میگه برشان بگو که اگر انس و جن با هم یک جای شوند و بخواهند مثل قرآن هرگز نخواهند توانست بیارن. پس چه میبینیم که در این آیه میبینیم که خداوند میگه که چی شده؟ ما حافظش هستیم. پس یک وقت حافظ باشه این کم نشده. در اینجا میگه مثلش نمیتونی شما بیارین، پس زیادم نشده. شد؟ وقتی که حافظش خداوند باشه پس از این چیزی چی؟ کم نمیشه. یعنی نفر که یک چیز درست محافظت کنه و چیز از بین نمیره. خب کل بنس و جنم با هم که یک جای شون نمیتونن مثل قرآن بیاورن. پس زیادم کس کرده نمیدارسته. پس ما ثابت کردیم در اینجا که قرآن کریم چی شده؟ قرآن کریم نه زیاد شده نه کم شده. به خاطر آیه خود قرآنی رو ثابت کردیم. بعد شما میتونید در آیات چم ببینید، آیات 41 و 42 فصلت که در اینجا میگه که خداوند میگه که این کتاب شکست ناپذیر است. خب چیز شکست ناپذیر باشه در اون کم و کاست و این چیزا راه نداره. احسن این مسئله به خاطر روشنی انداختم که بعضا میگن که شیعه معتقد هستن که قرآن کریم کم شده یا زیاد شده. ما تنها در یک مورد که در مسئله تعریف قرآن آمده، منظور کلینی و آقای و بهارالانوار مجلسی منظورشان از تحریف در معانی قرآن است. یعنی یک آیه را معنیش از جایگاهش عوض کردن. در این مورد امکان داره. خب یک نفری که تفسیر بدایی کنه طبیعیست که چی کرده؟ خب تعریف کرده. تعریف چی؟ یعنی از تعریف از لحاظ تفسیری، از لحاظ معانی، نه اینکه در خود قرآن که وحی نازل شده در او کم و زیاد باشه. 5 از نظر شیعه ما هیچ کتابی جز قرآن را صحیح نمیدانیم، در حالی که برادرهای اهل تسنن صحای 6 دارند. یعنی از جمله کتابایشان 6 کتاب خدا اینا گفتن چیز صحیح است. شیعه معتقد است که بغیر از قرآن هیچ کتاب ما 100% صحیح نیست که ما دسته رو نشته کنیم کتاب صحیح است. و خاطر که در این کتاب را که آمده در طول 1400 سال این هیچ امکان نداره که درش یک روایت یا حدیث نادرست و تقلبی هم وارد نشده باشه. ولی برادرای تسنن از جمله کتابایشان که در 12 کتاب 14 کتاب بیشتر میشه 6 کتاب خدا گفتن کتاب صحای 6 یعنی 6 تا، یعنی کاملا صحیح است. اما وقتی در درونش میره آدم وقتی که مراجعه میکنه میبینه که نه، بسیار روایات در درونش وجود داره که نی با مسئله قرآن و سنت با رسول اکرم و اهل بیت و مسئله خانم و زنای پیامبر اینا اصلا هیچ قابل رابطه نیست، پذیرش نیست. این شد در این مسئله. 6 خود بخاری که در صحیح بخاری هست که شما نامش هم میشناسین، میگه من 7000 روایت جمع آوری کردم، از این 7000 روایت 4000ش پذیرفتم
و 3000 تقریبا چی کردم؟ به دور انداختم. ما سوال میکنیم که تو یک نداشتی که کار کنی. این کار بررسی رجالی روایات مربوط به چیست؟ اجماع علماست. او اجماع علما میتونه که آیات درست و نادرست اینا رو یک اجماع اگر نباشه خب یک نفر به اصطلاح چی میشه؟ این گمراه تفسیر برای میشه، نظر برای میشه، نظر خود به اصطلاح قبولاندن. من اینکش قبول دارم، اینکش قبول ندارم. خب یک نفر این صلاحیت نداره. این از کار کیست؟ کار اجماع علماست که در این مورد باید چی کنن؟ تصمیم بگیرن، بررسی رجالی کنن. او احادیثی که از رجالی درست نادرست است و غلط است و که قبلا صحبت کردیم که مسائل رجالی چگونه است، اینجا این مسئله اجماع علماست که میتونه در این مورد چی کنن؟ تصمیم بگیره. موضوع قرآن حل شد، چیز سوال نماند. نهم، وصایت. امامت و ولایت دو اصل شیعه نیست، بلکه دیگران آن را نپذیرفتند. یکی از اصلی که ما معتقد هستیم امامت و ولایت است. این امامت و ولایت دو اصل از این نیست که تنها شیعه را قبول داره، ما قبول داره. این اصل اسلامی است که کل مسلمان ها باید به این چیش کنن، بپذیرن، قبول داشته باشن. ما امامت و ولایت قبول داریم. این دو اصل شیعه مخصوص ما نیست، این مخصوص کل مسلمان هاست، بلکه دیگران این رو چی کردن؟ نپذیرفتن. یک اصل شیعه نیست که شیعه از خود درست کرده باشه. یک اصل قرآنی است و یک اصل اسلامی است. دهم، و این چه وقت شروع شد مسئله امامت و ولایت؟ اگر یادتان باشیم از اولین روزی که حضرت رسول گفتیم چی کرد؟ نبوت خود ابلاغ کرد. و انذر عشیرتک الاقربین، در اینجا بود که مسئله چی را؟ امامت حضرت علی را ابلاغ کرد. و شیعه هم گفتیم که از اینجا آغاز میشه. گفتن که با حرفش گوش کنین، به سخنان حضرت علی، و از او چی کنین؟ اطاعت کنین. و اینجاست که مسئله امامت از اینجا آغاز میشه. و آخرین مرحله‌اش هم چه وقت است؟ زمانی که الیوم اکملت لکم دینکم در غدیر خم از تقریبا در 21 مواردی از طرف رسول اکرم مطرح شده. دهم، حضرت رسول دو چی داشتن؟ دو وظیفه داشتن. یکی نبوت، یکی امامت. رسالت نبوتشان بعد از رحلتشان چی میشه؟ ختم میشه. ولی امامت گفتیم باید تا 12 نسل چی شوی؟ ادامه پیدا کنن. احسن. 11، شورا یا اجماع. این یک اصل اسلامی است، یک اصل اسلامی است. اما چه وقت شورا و اجماع شود؟ زمانی که موقعی که چی باشه؟ یک اصل برتر از آن یا نص صریح نیامده باشد. شورا یا اجماع یک اصل اسلامی است. هیچ وقت آدم دست به شورا بزنه یا اجماع بزنه موقعی که یک اصل برتر از شورا و اجماع در قرآن یا سنت نباشه یا نص صریح نامده باشه. او وقت است که ما میتونیم در یک مورد چی کنیم؟ شور کنیم. مثلا در مورد نماز میشه شور کنیم؟ این نص صریح قرآن است. شما باید نماز اقامه کنید. ما باید شور کنیم نماز اقامه کنیم یا نکنیم. خب اینجا مخالف چی حرکت شور کردیم؟ مخالف نص صریح قرآن. در جای شور و اجماع میشه که نص صریح قرآن از طریق رسول یا کتاب یا ادرک به ما نرسیده باشه.
حل شد این موضوع؟ بله. خب دوازده، بعد از سقیفه اسلام به دو مسیر جدا حرکت میکنه: خلافت و امامت. ولی بعد از مسئله سقیفه با وجود بیاید، این امتداد پیدا میکنه. امامت طبقه حاکم، امامت محکوم. امامت تا از زمان امام علی علیه السلام آغاز میشه تا امام 12 مجل الله تعالی فرجه شریف. بعد چی میشه؟ عصر 13، عصر غیبت پیش میره. در عصر غیبت چی باید بکنیم؟ وظیفه ما چیست؟ به اساس دستور خود امام که فرمودند شما به فقهای مراجعه کنید که تابع شرایط که خود امام فرموده بودند باشند. که بحثش گذشت که فقهای چرا هم شرایطش گذاشته بود امام زمان جلال تعالی فرجه شریف که یک مجتهد چی باشه؟ جامع شرایط باشه. یعنی چی باشه؟ با قرآن و سنت و از طریق قدرت تابع از اونا باشه، مخالف هوای نفس خود باشه و استنباطی که میکنه بر اساس شرایط جدید و مسائل جدیدی که با وجود میاد بر اساس قرآن و سنت استنباط میکنه و مسائل روز ما را چی میکنه؟ مرتفع میسازه. به یک قسم فقها گفت که رجوع شود. 14 اصل انتظار. ما معتقد هستیم که بعد بالاخره جهان توسط منجی موعود چی میشه؟ جهان از ظلم و ستم رهایی پیدا میکنه و جهان پر از عدل خواهد شد که ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است. 15 اجتهاد. اجتهاد یکی از اصول اسلامی است بر مبنای چی؟ کتاب، سنت، عقل و اجماع. از طریق چی باید بگیرن ایره؟ از طریق گفتیم سنت و قرآن. از کدام طریق؟ از طریق اطراد. 16 تقلید. تقلید نه در اصول گفته بودیم، بله، نه در فروع، بلکه در فروع دین. 17 تقیه بر اساس آیه 28 آل عمران. بر اساس آیه 28 آل عمران چی کنیم؟ ما باید تقیه کنیم. تقیه چیست؟ به خاطر حفظ ایمان و نفع مکتب، نه به خاطر کتمان حق یا دروغ. همیشه دروغ در کجا به کار برده میشه؟ وقتی که منافع یک نفر در میان باشه.
دروغ در کجا به وجود میاد؟ در وقتی که منافع یک نفر در خطر باشه انسان دروغ میگه. ولی تقیه به خاطر حفظ چیست؟ حفظ ایمان است، حفظ مکتب است، حفظ نیروست. اینجا باید چی کنی؟ تقیه کنی. ولی اگر خود ایمان در خطر بفته و خود مکتب در خطر بفته، اونجا باز تقیه نیست. خب 18 مرجعیت به نیابت امام برای رهبری فکری و بسیج نیروهای اجتماعی چی کنه؟ برای رشد و تعالی مکتبی. اگر یک مرجع نباشه در صفوف چی به وجود میاد؟ پراگندگی وجود میاد. وقتی پراگندگی به وجود بیاد، به اصطلاح از لحاظ فکری و بسیج نیرو، از لحاظ اجتماعی و رشد تعالی مکتبی اصلا نیست. باید مرجعیت باشه، در یک جای باید هر کس رجوع داشته باشه تا این نیروها کارش تنظیم شود و مسائل در مسیر درست خود باید بیفته. 19 خمس که ما معتقد هستیم بر اساس آیه 41 انفال. این با کدام را به مصرف میرسه؟ برای تامین بودجه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی که بحثش قبلا شده بود و شما در جریان هستید. خب 20 عاشورا. ما معتقد هستیم به اینکه عاشورا هر سال به خاطر احیای فکر مکتبی و افشا و رسوا ساختن ظلم، استبداد، بی عدالتی و حق خواهی و حق طلبی هر سال باید چی شود؟ برگزار شود. به خاطر از اینکه هر چیزی که اگر او ادامه پیدا نکنه بالاخره به تدریج چی میشه؟ از بس نه و نابود میشه، اصلا از خاطرها میره. هر سال باید این را تجدید کنیم. آمدیم اینجا در وقت یک موضوعی است که عزاداری زیاد سوال میشه. عزاداری یا گریه کردن. ببین خود عزاداری و گریه کردن یک بودش چیست؟ نفرت ایجاد میکنه. بعد کی؟ بعد دشمنان اسلام. ای چی میشه؟ تبرار. دیگه چی و گریه و عزاداری چی با وجود میاره؟ طرف دیگهش محبت و دوستی با چی؟ با اهل بیت و اسلام. ای چی میشه؟ تولا. ما گفته بودیم که تبرا و تولا از فروع دین است. خب باید وقتی که شما عزاداری میکنین و گریه میکنین، گریه خودش چی میکنه؟ در یک بودش نفرت است، در بود دیگهش محبت است. شما در هر جایی که گریه میکنین یعنی به طرف ظلم نفرت پیدا میکنین، به طرفی که مظلوم شده چی پیدا میکنین؟ محبت پیدا میکنین. و گریه به معنای توبه نیست. زمینه توبه میشه باشه ولی خود توبه هرگز نیست. توبه 6 مرحله داره که باید 6 پروسه خود طی کنه که بازو آدم بتونه توبه واقعی باشه. بنابراین از عزاداری و گریه کردن یکی از بود مهم و اساسی است که نفرت پیدا میکنه نسبت به دشمنان اسلام و قرآن و محبت پیدا میکنی به کی؟ به اسلام و اهل بیت. خب 21 توسل و شفاعت. کی جرا زیاد دقت کنن که زیادی را به اصطلاح هر کسی که شفاعت بکنه و توسل قبول داشته باشه و مشرک میشه و فلان اینا، که در این مورد یک مقدار میخوام زیاد دقت داشته باشین.
در اسلام شفاعت به معنای چیست؟ جفت شدن با شفیع. خود همین شفاعت از شف گرفته شده. شف به معنای از اینکه جفت شدن. شما وقتی یک نفر پیش یک بره به طرف مرقد حضرت رسول، میره برای مرقد اولیاء ائمه، خب یعنی چی میخوایی بکنی؟ با او جفت شوی. جفت شدن یعنی همرنگ از او شوی، مثل از او شوی. خب طبیعی است، هم مسیر شوی، همراه شوی. این شفاعتی معنا میده. و توسل هم که خداوند گفته، شما در قرآن زیادی آیه را شنیدین، ولو انهم از ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. 64 نساء. این قبلا هم صحبت کرده بودیم که مسئله توسل و شفاعت یک چیز امر قرآنی است. خداوند میگه که بر بنده میگه هر وقت کسی به خود ظلم کنه و ای بخواه که ظلم کنه و بیاید استغفار کنه نزد خدا، چی کنه؟ بره پیش رسولم که رسولم بر از او چی کنه؟ استغفار کنه که خداوند باز توبه از او را بپذیره. یعنی هم خود فرد هم وسیله هم باید بجویه. وسیلهش چیست؟ گفته که رسول. دیگه شفاعت در سوره بقره، شما خوب کتاب قرآن اگه باز کنین، آیه 254 و آیه 255. در آیه 255 شفاعت اینجا خداوند رد میکنه، نمیپذیره. یک آیه بعدش شفاعت میپذیره و قبول میکنه. چرا در اینجا شفاعت رد میکنه؟ چرا در آیه بعدی شفاعت میپذیره؟ اینجا که رد میکنه به خاطر از اینکه شفاعت مستقل است. اینجا شفاعت مقید است. این با اذن است، او بدون اذن است. این درست در آیاتی که در مسئله توسل شفاعت است زیاد است آیات در قرآن که زیاد برادرها اصلا توجه دقت نمی کنند. در اونجا که رد شده، چی رد شده؟ شفاعت استقلالی، یعنی بدون اذن خدا. طبیعی که بدون اذن خدا امکان نداره یک نفر شفاعت کنه. شفاعت جز کی خدا، هیچ کسی شفاعت کرده نمیتونه. ولی اگر خود خداوند اجازه داده باشه، طبیعی که خود خداوند اجازه داده. مثل از این که سجده جز برای خدا چیست؟ شرک است. ولی وقتی که برای تمام فرشته ها برین برای آدم سجده کنین، اینجا شرک معنا میته؟ نه، چون خود خداوند دستور داده که شرک نیست. اینجا مموست که در آیاتی که در قرآن آمده، تمام آیاتی که در مورد شفاعت و توسل و استغاثه آمده، باید خوب دقت شود که آیا منظور آیه بت هاست؟ طبیعی است که بت هایی که چیزی که حرف نمیتونه بزنه، ساخته دست بشر است، برای وقت شفیع بسازی، طبیعی است که تو من دون الله کردی دیگه. خب این طبیعی است که قابل پذیرش نیست. و در جایی هم که شفاعتی که بدون اذن خدا باشه، استقلالی باشه، طبیعی است که یا اگر یک کار بکنم مثلا یا هم شرک است. مثلا من برم پیش امام رضا بگم یا امام رضا دیگه تو هر کار خودت بکن، طبیعی است که از او خواستی. اگر بگویم که تو شفیع هستی، تو وسیله هستی، تو مقرب خدا هستی، تو با اذن خداوند برد تو اذن داده، با اذن توی کار شود، طبیعی است که خب اینجا آیه 255 بقره میگه باذن الله است دیگه. و عنده باذن الله در سوره آیه چی را یاد دارین دیگه، آیت الکرسی را کلگی بلد باشه کجا آمده.
الله لا اله الا هو الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. هیچ شفاعت پذیرفته نیست مگر به اذن خدا. ما قبول داریم شفاعتی که استقلالی باشه ما هم قبول نداریم، ولی شفاعتی که به اذن خدا باشه طبیعی است که خداوند میره اذن داده. این مثال بود. آیه زیاد است در مورد شفاعت و توسل که به او خاطر گفتم که برادرها خوب در اون مورد دقت کنن که ببینن اینجا شفاعتی که آمده شفاعت استقلالی است یا شفاعت مقید و به اذن خداوند است. جایی که استقلالی باشه طبیعی است که رد شده یا مسئله بت هاست، و در جایی که اذن خداوند آمده و مسئله اولیاء است و پیغمبر است و این هستند. خب 22 اسمت. ما معتقد هستیم که تمام پیامبران و ائمه چی دارن؟ اسمت دارن. چون پیامبران اسمت نداشته باشن ائمه مردم به طرف چی میبرن؟ گمراهی میبرن. یک نفر که اشتباه کرد و اشتباه خدا نمیفهمه دیگه، خب چون اسمت نداره خب مردم کلی باید در دنبالش بره. پس بعد پیامبران چی باشه؟ اسمت داشته باشن. احسن. و این مسائل بقیه‌اش چون صحبتش قبلا کردیم ادامه نمیدیم. موضوع دیگر رو مطرح میکنیم که دقت کنن که از تشیع انشعاباتشان، انشعابات که در تشیع به وجود آمده. 1 کیسانیه، 2 زیدیه، 3 اسماعیلیه، 4 واقفیه، 5 غلات. این عمدشه. تو انشعابات خردریزی هست ولی عمدتاً این انشعابات به وجود آمده. خب 1 دقت کنیم. پس از شهادت امام سوم، یعنی تا امام سوم انشعابات وجود نداشته. پس از شهادت امام سوم تعداد با کی میرن؟ به طرف محمد حنفیه برادر امام حسین علیه السلام. و اینا چی شدن؟ طرفداراشان به نام چی یاد میکنن؟ کیسانیه. 2 بعد از شهادت امام چهارم تعداد برادرشان رو می آورند به نام کی؟ زید. زید پسر امام محمد باقر فرزند امام سجاد علیه السلام هستند. تعداد میرن به طرف زید و این گروهش را به نام چی یاد میکنن؟ زیدیه. 3 پس از شهادت امام ششم تعداد برادرشان اسماعیل. این برادر کی بوده؟ موسی کاظم. تعداد به این طرف رفتن به طرف اسماعیل. اینا چی رو تشکیل دادن؟ گروه اسماعیل رو تشکیل دادن. 4 تعداد در امام کاظم توقف کردن. اینا شدن چی؟ واقفیه. تا امام چندم قبول دارن امام کاظم؟ چندم از امام کاظم؟ 7. احسن. در امام 7 چی شد؟ توقف کردن. اینا رو چی میگن؟ واقفیه. گروه دیگه که عبارت از غلات است، یعنی غلات کسایی که در دین چی میکنن؟ غلو میکنن، اضافه میکنن. یعنی چی؟ اینا به 2 گروه تقسیم شدن. یک گروه پشانی بود که غلو در ذات و این غلو در صفات. اینا میگفتن که علی خداست.
نعوذ بالله. و اینا چی میکردن؟ صفاتی که برای حضرت علی میدادن صفات عین صفات کی بوده؟ صفات خدا. اینا در صفات غلو کردن و اونا در ذات هم پیش رفتن و حضرت امیر فرمودن حضرت علی علیه السلام. حضرت علی علیه السلام فرمودند هر دو گروه در آتش جهنم است. علی علیه السلام پیش از او که به اصلاح مسئله امام باشه، مسئله رهبر باشه، پیشوا باشه، بنده خداست. حضرت رسول پیش از او که رسول باشه، نبی باشه، بنده خداست. احسن. خب دستور دین چیزاییست که همیشه کار کردیم منتها به خاطر از اینکه جمع بند شود. کار ما چی بود؟ عقاید، اخلاق، فقه، احکام اسلام. دو تاست: احکام امضایی، احکام تأسیسی. اینا قبلا گفتیم. احکام امضایی چیست؟ یعنی از شریعت قبلی چیزی که مانده وقتی حضرت رسول او را تایید کردن، یعنی که او را چی شد؟ امضا شد. و احکام تأسیسی است که خود حضرت رسول احکام را کاردن که در ادیان قبلی نبوده. این چی میشه؟ احکام تأسیسی. دو نوع احکام شد. احکام امضایی یعنی او از شریعت قبلی و چیزایش که تحریف نشده و صحت گذاشته حضرت رسول بر از او یا خود قرآن، او میشه چی؟ احکام امضایی. و او چیزایی که وجود نداشته قبلا در شریعت های قبلی، او میشه چی؟ احکام تأسیسی. منابع فقه ما چند چیز است: قرآن، سنت، عقل، اجماع. سوال نیست؟ اسلام از چی به وجود آمده است؟ تسلیم. تسلیم چی؟ فکری، تسلیم بدنی، تسلیم قلب و روح. این میشه عقیده، این میشه ایمان و بدن میشه تبارز عقیده و ایمان. اگر عقیده و ایمان هماهنگ بود در عمل هم هماهنگی هست. قلب و مغزش با هم هماهنگی داره، ولی عقیدهش با ایمانش در تضاد باشه، در طبیعی که در عملش هم در جوارحش هم تضاد آدم میبینه. شما در هر جایی که دیدین یک مؤمن، یک مسلمان در افکارش با عمل کردش تضاد دیدین، حتما فکرش با قلبش یکی نیست. عقیدهش با ایمانش هماهنگ نشده. نظر شیعه در مورد صحابه. نظر ما در مورد صحابه چیست؟ تعریفی که امام صادق علیه السلام از صحابه میکنه است که افرادی که با پیامبر بودند یا دیدند و با او ایمان آوردند و تا آخر عمر به ایمان خود چی ماندند؟ ثابت قدم ماندند. هرگز با پیامبر و اهل البیت مخالفت نکردند. همگام و همراه پیامبر یا ائمه بودند. این صحابه از نظر ماست تعریفش.
یعنی چی؟ افرادی که با پیامبر دیدن یا همراهش بودن به پیامبر ایمان آوردن تا آخر عمر با ایمانشان ثابت بوده و با ایمان از دنیا رفتن، هرگز با پیامبر و اهل بیت مخالفت نکردن و با پیامبر و ائمه همراه و هم گام بودن. تعدادشان در اصول کافی میگه که در حدود 12,000 صحابه دارای چنین خصوصیاتی بوده. کتاب ها، ما کتابایی که آمدیم که وعده داده بودیم کتابای اهل تشیع کدام کتاب هست؟ قرآن کریم، یک نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، صحیفه فاطمه، مفاتح الجنان، وسائل شیعه، بهار الانوار، الغدیر و کتب دیگه هم هستند که وسایل شیعه تنها در وسایل شیعه 35,868 حدیث است. اما کتبی که ما تمام شیعه او را بهش معتقد هستند و کتاب اساسی و اصلی ماست 4 تا کتاب هستند. کتاب از ما شما را چی میگن؟ کتاب اربعه. کتاب اساسی شیعه را چی میگن؟ کتاب اربعه میگن. یکیش نامش چیست؟ استبصار. استبصار از کیست؟ از شیخ توسی. کتاب دوم چیست؟ اصول کافی. احسن از کیست؟ از کلینی. کتاب سوم ما تهذیب الاحکام از کیست؟ یامس خدا رحمت کنه شیخ توسیست. کتاب چهارم چیست؟ من لا یحضر الفقیه از کیست؟ از شیخ صدوق. 4 منبع کتب شیعه عبارت است که به نام چی یاد میکنند؟ کتاب اربعه. استبصار از شیخ توسی، اصول کافی از کلینی، تهذیب الاحکام از شیخ توسی، من لا یحضر الفقیه از شیخ صدوق. که در استبصار تقریبی میگم، در استبصار شیخ توسی 6531 روایت است. از کلینی 16199. از تهذیب الاحکام 13290 تقریبا. شیخ صدوق 5963. خوب است؟ سوال نیست؟ خب دیگر اعتقاد ما عبارت از چی بود؟ گفتیم 14 معصوم. نام ببرم یا میدونید 14 معصومه؟ 14 معصومه میفهمین، اما براتون میگم که چه رقم هسته. ببین حضرت محمد خب اگه باش که برای شما جایش هم تعیین کنم. بریم در مدینه کی هسته؟ حضرت محمد فاطمه زهرا سلام الله علیها در
هم 14 معصوم هم جایگاهش برای شما میخوایم گویم. در کجاست؟ در مدینه. در نجف کیست؟ حضرت علی علیه السلام. در مشهد کیست؟ امام رضا علیه السلام. میایم از در مدینه دیگه کیسته؟ 1 2 3 4 امام حسن علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام و امام جعفر علیه السلام. خوب شد به این شکل براتون این رقم بهتر است. میایم از مدینه کجا؟ عراق. کربلا امام حسین علیه السلام. احسن. میریم کجا؟ سامرا. سامرا 2 تا امام است، امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام. میریم کجا؟ کاظمین. در کاظمین هم 2 تا امام است، امام موسی کاظم آفرین، امام جواد علیه السلام. شد 14 معصوم و زیارتگاه شانم برای شما توضیح دادیم که مسئله روشن و واضح باشه. سوال نیست؟ یک موجود زنده باید چی داشته باشه؟ هم جذب داشته باشه، هم دفع داشته باشه و هم حرکت داشته باشه و هم تولید مثل کنه. ما با یک موجود زنده زمان میگیم که چند چیز داشته باشه؟ جذب کنه، دفع کنه، حرکت کنه و تولید مثل کنه. ما اگر جذب نکنیم مرده هستیم، اگر بدیار را دفع نکنیم مرده هستیم، اگر حرکت نداشته باشیم مرده هستیم و اگر مثل خود به وجود نبریم طبیعیست که ما زنده نیستیم. خب چند چیز را فقط یاد دیگه وقت تا نمیگیریم، چند موضوعی است که اساسی را برای شما میگم. هدایت، ما 2 نوع هدایت گفته بودیم داریم، هدایت اولیه، هدایت ثانویه. هدایت اولیه را خود فرد باید اقدام کنه، خود فرد اقدام کنه. هدایت ثانویه را چی میکنه؟ خداوند را چی میکنه؟ کمک میکنه. گناه چیست؟ گناه چیست؟ گناه عبارت است ظلم به خدا، ظلم به خود، ظلم به مردم. این شد گناه. فرق عبادت و زیارت که زیاد صحبت میکنن. ببینیم یا اگر بگیریم زیارت، اینجا بگیریم که متکلم، اینجا بگیریم مخاطب، اینجا بگیریم موضوع. خب ببینیم در زیارت متکلم چیست؟ فرد است. مخاطبش کیست؟ پیامبر یا ائمه است. موضوعش چیست؟ توسل و محبت. در عبادت چیست؟ در عبادت متکلم فرد است، مخاطب کیست؟ خداوند است. موضوع چیست؟ عبادت است. و ببینید در اینجا فرد همون فرد است، منتها مخاطب فرق میکنه. در اینجا مخاطب کی بود؟ پیامبر ائمه بود. موضوعش چی بود؟ توسل و دوستی. اما در عبادت مخاطبش کیست؟ خداوند. موضوعش چیست؟ عبادت است. اینجا توسل نیست، اینجا مسئله زیارت نیست. در اینی آخرین بحث است که
چیزش که در بخش عدالت گفته بودیم که آخرین بخش ما بود، گفتیم انسان نه مجبور است نه مستقل. که گفته بودیم در جبر اشاعره بود، در استقلال هم کی بود؟ معتزله. این اشاعره. اما در مکتب ما انسان چیست؟ آزاد است. پس که آزاد است گفتیم چیست؟ مسئول است. وقتی که مسئول است باید چی کنه؟ هم خدا بسازه، جامعه رو، هم جامعه را. آفرین هستن، جامعه را باید بسازه. پس چی باید کنه؟ از آنچه که هست، از آنچه که هست به سوی آنچه که باید باشد برود. پس چی میشه؟ ای که برود چی کار داره؟ باید چی کنه؟ اول آگاهی باشه، دوم حرکت باشه، سوم همبستگی باشه. در غیر از او امکان نداره. پس اول چی کنیم؟ آگاهی لازم داریم ما برای که خاطر، دوم حرکت باید بکنیم، سوم در حرکت خود چی باشه؟ همبستگی باشه. هر فکر در ابتدا گفتیم اگر ما آگاهی نداشته باشیم حرکت به وجود نمیاد. چون آگاهی اگر نداری بر اساس چی حرکت میکنی؟ آگاهی به مثابه نور است. اگر نور نباشه نمیتونی حرکت کنی در تاریکی. وقتی که آگاهی بود باید چی شوی؟ حرکت میکنی. وقتی که حرکت کردی باید همبستگی هم باشه، چون به تنهایی نمیشه که انسان به جای برسه. دو چیز اجبار بردار نیست. یکی چی؟ یکی ایمان، یکی محبت و عشق. این دو چیز به اجبار نمیشه که شما به این نفر بکشین، از بین برین یا تهدیدش کنین. چون ایمان مسئله درونی است و محبت و عشق هم مسئله درونی است. ولی نمیشه که دفعتاً یک نفر صبح بلند شه بگه من عاشق شده. بشه همچی چیزی؟ هرگز نمیشه. خب مسائلش آیه دیگه بگویم دیگه که آخرین بخش است. سجده آیه واجب. از نظر شیعه 4 تا آیه است که واجب است سجده شود. 62 نجم، 15 سجده، 27 فصلت و 19 حلق. حداقل شریعت چند گفته بودیم؟ حداقل شریعت 3 تاست. چی گفته بودیم؟ حلال و حرام. 2 بگو محرم و نامحرم. 3 طهارت و نجاست. آخرین مرحلهش چی گفته بودیم؟ گفتیم که حد اکثر شریعت چند تا گفته بودیم؟ 5 تا. چی؟ واجب، مستحب، مباح، مکروه، حرام. اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. با صلوات بلند بر محمد و آل بیت محمد. اللهم صل علی